یو صبح خیر، چطورین؟ آقا ما موتورمون رو برداشتیم داریم میریم غواصی. هرکس سلام. موتور بابا پنچره. موتور بابا پنچر شده، به مسئولش بگید بیام. آقا ما اومدیم اینجا، ما تایم قایقرانی داریم، غواصی داریم و اینکه اومدیم فعلا ببینیم چیکارا باید بکنیم تا بریم غواصیمون. سلام. خب کپی رایت میخوریم. من زود میگم آقا من دوربین دارم ولی نمیذارن از دوربین خودمون استفاده کنیم، باید دوربینای اونا باشن. خب آقا یکم در مورد موتورهای اینجا بگم، موتور گرفتناش. موتور اینجا الان که زمستون 1402 حدودا ما گرفتیم روزی 700 بود، ما 600 گرفتیم با تخفیفش. اینجوریه که اصلا تو کیش نمیتونی موتور بنزینی پیدا کنی، همشون برقی هن. بعد اینکه هیچی دیگه اینجوری اجاره میکنی روزانه و ساعتی هم داره. کوچولو سردرد آورد بعد خیلی خوب، اونم به خاطر موجای دریا. بچه‌ها ببینید چقدر غروبش خوشگله. وای خیلی خوشگله غروبش. صورتی باشه، پلنگ صورتی باشه، فردا میاد من از یوتیوب پیدا میکنه میرینه دهنم. بعد اون وقت میگم پلنگ صورتی کیه؟ پلنگ صورتی عمته. اینجا عجیب بوی گل میاد، عجیب. چقدر شدیده، الان بخوری میشن. یادت به جون. وای شارژم بچه داره تموم میشه. بعد این دوجو این شاورلت هم ببینید، شاورلت. بعد جلوتر یه کادیلاک هم هست، این هم کادیلاک. آقا مواظب باش، باز نکن دمت گرم. اوه شاورلت رو ببینید، شاورلت. شارژم داره تموم میشه، شارژ من تموم شده، من خودم شارژ ندارم، تو خودت میدونی ترا. اینجا هتل شایان، اینجا یه برنامه کمدی هست و 3 شب میریم اینجا. بعد مامان بابا اومدن، منم با موتور اومدن، آبجیمو دامادمونم نمیدونم کجا، اونا هم پیدا میشن انشالله. بعد
همچنان ماشین رو زدم اونجا به شارژ، ماشین میگم موتور رو دادم شارژ. میخواستم برم از اون مستانگ فیلم بگیرم که دیدم یهو چراغاش روشن شد و دیگه هیچ دیگه همین. حیات خلوت هتل آقای خسته نباشه اگه امکانش هست این موزیک رو